خب اومدم با یه آموزش تلفیقی عمر والیاژ. این تکنیک رو قراره با یه فیس فرم اسکاتلندی براتون در بیارم. دور تا دور کانتور صورتش رو در میاریم، جدا سازی میکنیم. همینطور که میبینید من گیره میزنم، حالا بچه‌ها براتون انجام میدن. و بعد از اون موها رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنیم، یعنی از جلوی مو تا پشت سر فقط و فقط دو قسمت. اینجوری نیست که گوش تا گوش و سه قسمت انجام بدیم، پشت و دو قسمت. نه، از جلو تا پشت کامل موها رو به دو قسمت مساوی تقسیم خب میکنیم. دوستان، بعد از کانتور دور سرمون که اسکاتلندی بوده، دوتا لایه بعد رو که جدا میکنیم به صورت آمبره جدا میکنیم با پوش زیاد. همینجور که دارین میبینین پوش میدیم، گیره میزنیم، یا نه اون موقع که خودتون انجام دارین میدین مواد میزنیم، میریم برای لایه بعدی. لایه بعدی رو هم برای آمبره برمیداریم. لایه بعدی رم آمبره برمیداریم. لایه سوم و شلال با پوش کم. خب همینجوری که گفتم یه بار دیگه توضیح میدم. بعد از کانتور دور سرمون قرار تکنیک آمبره بالیاژ انجام بدیم. دو تا لایه آمبره، یه لایه که الان دارم برمیدارم شلال و پوش سطحی. اینو تا بالای سر ما انجام میدیم. تا بالای سر دو تا لایه آمبره، یه لایه شلال با پوش کم. اون لایه‌ای که شلال میدیم پوشش کم باشه، اون دو تا لایه‌ای که آمبره برمیداریم با پوش زیاد. همین کار رو ادامه میدیم تا بریم جلو. اون طرف، اون یکی طرفش هم دقیقا همین شکل رو انجام میدیم تا بریم جلوی سر. خب دوستان، تو این تکنیکی که دارین میبینین من کانتور اسکاتلندی دور سرش رو در آوردم. لایه بعد از کانتور اسکاتلندی موهاشون یه شلال ریز دادم با یه پوش کم. لایه بعد از اسکاتلندی جلوی سرش به خاطر اینکه یه تیکه سفیدی نشه یه پوش خیلی کم میدم و شلال کم. برعکس پشت موهاش که بعد از اسکاتلندی پوش زیاد دادم، جلوی موهاش بعد از اسکاتلندی یه شلال یه پوش کم، چون مشتری نمیخواد یه تیکه موهاش سفیدی داشته باشه. به صورت هفتی جلوی موهاشو به صورت هفتی در آوردم و یه خط صاف. باز خط صافشم یه شلال یه پوش خیلی کم. همین کار رو ادامه میدیم به بالا، ولی خب دقیقا تکنیک پشت سر. لایه اول بعد از اسکاتلندی یه شلال یه پوش و دوباره الان یه هفتی در میاریم، یه خط صاف، ولی دوتا بعد از شلالمون میشه پوش، فقط پوش زیاد و همون آمبره. ببینین به همین صورت ادامه میدیم یه هفته.